حساس این صحنه. کوین یامگا زبش رو میزنه که توی دروازه. گل دوم برای استقلال و دبل کوین یامگا. امیر قلعه‌نویی پنالتی رو ببینیم این بار خیلی شب انجام میده، جست تاثیر رو توپ میذاره، فرصت است برای بازیکن‌های استقلال. این ضربه و گل اول رو جعفر سلمانی به ثمر میرسونه. به رو پای چپ محکم دور از دستان کریستوفر کنت به جریان انداختن پشت محوطه جریمه. فرصت است برای استقلال. این ضربه و حالا گل برای استقلال. و چه کسی بعد از اینکه پنالتی رو از دست دادن خیلی زود تونستن دروازه هوادار رو باز کنن. توپ یه جایی هم رفت که یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه رو دروازه. گل توی دروازه گل تدش رو زد. نگاه کنیم یه بار دیگه صالح اردانی میفرسته شیرجه جستر و نتیجه 1-1 مساوی میشه. انجام میده رودی جستر در داخل دروازه، پیرک دروازه و توی دروازه چه گلی میزنه آرمان رمضان. فرهاد مجیدی اینجا ضربه دیدنی امیرحسین حسین‌زاده رو دیدیم، تو خورد به تیرک دروازه رو برگشت، دروازه رو باز میکنه به زیبایی هرچه تمامتر.